و این چونین دعا در وقت داخل شدن به حاجتخانه یا هر جایی که چرکنی است. خیلی گفتیم بعضی از جن ها، خصوصا جن های پلیده که طبیعتشان دیگر چرکین است، در جایهایی که پرتاب زیاد است، نجاست زیاد است، بسیار می ایستند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی اوغل یا جایی که در آنجا شتر میبندن آنجا رو هم از مکان شیطان و جن گفته بودن. برای همین هر جایی که گذشتید که گفتید آنجا چه هست، یگان پرتاب است، چیزی چرکینی هست، نجاست است، حتما باید دعا خواند و پروردگار پناه برد. چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقتی به حاجتخانه در آمدن اعوذ بالله من الخبث والخبائث گوید، میگویند پناه به الله از تمام جن هایی که پلید هستند، چی جن های زن باشند چی مرد باشند. و این چونین در وقت غضب کردن که در بارش گفتیم که غضب یکی از حالت های است که